من خودم میفرستمت اونور پسرم. اصلا نگران نباش. باشه. داداش شرمنده من سلام همشیره. خوبه. میگم دم اتوبوس مامانت یکی دیگه بود، ایشون کیه؟ بابای من 5 تا زن داره، یکی هر کی خوشش بیاد. قربونت برم. ماشاءالله. این زن چندمشه؟ فکر کنم سومی باشه. آی تو سر من. پسرم برات دختر اسمت خانمو نشونت کردم. خب چی کار کنم؟ میخوای بیا بیرون با سنگ بزنی؟ خب میخوای زنت بریم دیگه. من زن نمیخوام. میخوای دختر ملک خانمو نشون میدم برات؟ که بگیرمش؟ نه که ولش کنی. سلام ننه چطوری؟ خوبیم. اگه تو هم خوبی میخوام بریم. کجا به سلامتی؟ سون آقات پر شده میخوام بریم خاطر. ما هم هر موقع اومدیم 2 کلمه با شما صحبت کنیم سون یکیمون پر شده. برو خداتو شکر کن چه کلی هم مشکل داره نمیدن. اوه سون خودم هم پر شده. ببینم برای چی اون کارو کردی؟ توضیح بهت میدم. توضیح میدم. بگو ببینم. مجبور بودم. آقا برای چی کفترای منو رفتی فروختی؟ بابا پول دونه آب نداشتم، نصفش فروختم، برای اونا دونه آب گرفتم. خب الان یعنی نصفش هست؟ نصفش هم فروختم، واسه پول فرستادم تو پادگان، اذیت نکشی. آقا مگه آدم عشقشو میفروشه؟ اونا عشقای من بودن. ولشون عشق واسه تو میخرم. ببین اون کارو گفتم انجام دادی؟ کدوم کارو؟ زدی در گوش فرمانده؟ آره بابا. کسموس چی ندادی؟ نه بابا مثل هتل برام بود اینجا. دمت گرم. حلال زاده به دایش میکشه. دقیقاً عین خودت دروغگو هم. تی زدم، پست دادم، دهنم اینجا پرنده آبادون کشکی باشم